الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صدق الله العظیم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. در جلسه گذشته پیرامون سزاوارتر بودن عثمان بن عفان به امر خلافت اشاره نمودیم. الان بحث ما پیرامون روش حکمت و یا حکمتداری سیدنا عثمان بن عفان هست. قبل از اینکه پیرامون روش حکمت و حکمتداری اشاره کنم، همانطوری که در جلسات گذشته اشاره نمودیم به این که بعضی از روافض همیشه کوشش میکنن تا واقعیت ها را منعکس عکس نشان بدهند. اشاره کردیم به اباطیل و اکاذیب رافضی ها که نسبت به سیدنا عثمان بن عفان حرف ها و زبان درازی هایی که دارن و روایت های دروغینی که ساخته و بافته ان. به طور خلاصه و فشرده بحثی که پیرامون اباطیل و اکاذیب رافضه اشاره کردیم، خلاصه اون بحث را بیان می کنم. در جلسه گذشته اشاره نمودیم به تاریخ نویس و یا یکی از مؤرخین قرن دوم که به نام ابو مخنف و کتاب او به نام کتاب الشورا، به این نکته اشاره کردیم که یا به ابن عقده یا ابن بابوی، وقتی به اینها اشاره کردیم شما هر جا روایتی میبینید از ابو مخنف و یا از ابن عقده و یا از ابن بابوی، این روایت ها مورد قبول نیست. اینها جز اهل سنت نبودن. روایت های اینها مورد تایید نیست. یک نکته اشاره کردیم که اینها شیعه بودن، اینها رافضه بودن، جز روافض بودن. اما به این که وقتی تاریخ تبری شما میخوانید میبینید که به روایات ابو مخنف تاریخ تبری، امام تبری استناد کرده. شما میگویید که در تاریخ تبری این روایت آمده. بازم اشاره کردیم که تاریخ تبری و یا این که خود امام تبری رحمه الله او بیان نکرده که این روایت قوی است و این ضعیف هست. عادت امام تبری اینه که روایت های قوی و ضعیف را می آورد و این را به دوش خودتو طالب العلم، به دوش خودتو قاری که این را میخوانید گذاشته که باید تو ضعف و قوت این روایت را خودت تشخیص بدهید. این دلالت بر این نمیکنه که وقتی در تاریخ تبری روایت آمد از ابو مخنف این روایت صحیح باشه و مورد استناد و مورد پذیرش و قبول اهل سنت قرار بگیره. نکته دیگر به این که اشاره کردیم که آیا
کسی که علی ابن ابی طالب را سزاوارتر به امر خلافت از عثمان ابن عفان بدانه چی حکمی داره، یا سزاوارتر به امر خلافت از ابوبکر و عمر بدانه حکمش چیست. از نظر و یا بر اساس و اعتقادات اهل سنت و جماعت اینه که هر کس علی ابن ابی طالب را در امر خلافت نسبت به ابوبکر و عمر رضی الله تعالی عنهم، الله از همه راضی باشه، لایقتر و افضل بدانه، یعنی با فضیلتتر بدانه، این شخص گمراه هست، بدعت گذار هست و این انسان که از دایره راه هدایت و از شارای هدایت جدا شده و این انسان مطلوبی نیست. کسی که علی ابن ابی طالب را بر امر خلافت بر ابوبکر و عمر مقدم بدانه، این انسان از نظر اعتقادات اهل سنت و جماعت این انسان گمراه هست و بدعت گذار هست و این انسان از راه هدایت خارج شده. اما هر کس علی ابن ابی طالب را بر عثمان ابن عفان ترجیح بده، چی حکمی داره؟ اینه که این شخص گناهکار هست. هر انسانی که علی ابن ابی طالب را بگوید که بر عثمان ابن عفان ترجیح داره، این گناهکار هست ولی گمراه نیست. گمراه نیست. اینجا نکته مهم هست. به خاطر چی؟ چون وضعیت و شرایط عثمان ابن عفان و علی ابن ابی طالب رضی الله عنهما به هم نزدیک تقریبا یکسان بوده. اینجا اقوال مختلف هست. پس بناءً باید که این نکته را باید ما متوجه باشیم که فرق بین این که علی ابن ابی طالب را از ابوبکر و عمر کسی مقدم بدانه چی حکم داره و علی ابن ابی طالب را بر عثمان به امر خلافت سزاوارتر بدانه چی حکم داره. حتی بعضی هم اشاره کردن به این که گفتن اعتقاد به افضل بودن علی بر عثمان رضی الله عنهما جایز نیست. هر کس که چنین باوری داشته باشد از راه سنت خارج شده و بیراه گام نهاده است. به هر حال خلفای راشدین ابوبکر و عمر و عثمان و علی رضوان الله علیهم اجمعین، اینها شخصیت هایی که برای اهل سنت و جماعت همه نور چشم هستند، همه مقتدا هستند. ما هستیم که به ابوبکر و عمر و عثمان و علی به سایر صحابه رضوان الله علیهم اجمعین اقتدا میکنیم. و رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن سنتی و سنت خلفاء الراشدین المهدیین، سنت من و سنت این خلفاء الراشدین که هر چهار این بزرگوار اینها از خلفاء الراشدین هستند. اما به این که سیدنا ابوبکر الصدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان ابن عفان، سیدنا علی ابن ابی طالب هر کدام از خود جایگاه دارن، هر کدام از خود مقام دارن، هر کدام از خود منزلت دارن. پس این بود خلاصه موضوع که امروز در بین جامعه و بین حتی جوانان عزیز و تحصیل کرده ما شبهاتی که پخش میکنن. این روایت را ابو مخنف گفته، این روایت را بالآخره فلان گفته، این روایت را ابن عقده گفته و یا این روایت را ابن بابوی گفته. حالا وقتی شما روایت را از ابو مخنف دیدید، روایت را از ابن عقده دیدید، روایت را از
ابن بابوی دیدید، میدانید که این روایت ها هیچ اصل و هیچ اساس نداره، جز اباطیل و اکاذیب روافض هست که اینها ساخته و پرداخته اونهاست که در تاریخ ساختن. حالا وقتی که سیدنا عثمان بن عفان با اجماع امت، با اجماع مسلمین به عنوان خلیفه تعیین میشن، اینجا سیدنا عثمان بلند میشن بر منبر خطبه ایراد میکنن. خطبه سیدنا عثمان بن عفان چیست؟ نکاتی که در خطبه هست. در بعضی از روایت ها می آورد که قبل از سیدنا عثمان بن عفان شخص دیگر بلند میشه و برای مردم بیان میکنه که عثمان بن عفان به عنوان خلیفه مسلمین تعیین شد و شما با او بیعت کردید و عثمان بن عفان هم بر کتاب الله و سنت رسول الله و بر راه شیخین که ابوبکر و عمر باشه بر این منهج ثابت قدم هست و ثابت قدم خواهند ماند. بعد از این سیدنا عثمان بن عفان به منبر بلند میشن، بعد از حمد و ثنای پروردگار عالم و درود بر رسول صلی الله علیه و سلم خطبه را ایراد میکنن و برای مردم آنچه که لازم و ضروری بود در آن خطبه اشاره می نمایند. نکاتی که در خطبه سیدنا عثمان بن عفان نهفته بود و نهفته هست، اگر بخواهیم خطبه های سیدنا عثمان بن عفان را که در زمانهای مختلف و در مکانهای مختلف خطبه های سیدنا عثمان بن عفان را ما بیان بکنیم، نمی شود که با یک برنامه و دو برنامه و 10 برنامه، بلکه همان نکات که در خطبه های سیدنا عثمان بن عفان نهفته هست اشاره می کنیم. بعد از حمد و ثنای خداوند، درود بر رسول صلی الله علیه و سلم، سیدنا عثمان بن عفان چی می فرمایند؟ های مردم، من به دستور شما خلیفه شدم. شما مرا به عنوان خلیفه انتخاب کردید و این مسئولیت عظیم و بزرگ را برای من و به دوش من گذاشتید. حالا در این امر مرا یاری کنید و مرا کمک کنید. و مردم را متوجه ساختن از الله بترسید، تقوای الهی را پیشه خود سازید، متوجه آخرت باشید. تنها کسی از دام دنیا نجات میابه و نجات پیدا میکنه که به آن پشت کرده باشد. چقدر نکات ظریف. سیدنا عثمان میفرمایه کسی از دام این دنیای فریبنده نجات پیدا میکنه که پشت کرده باشه به دنیا، یعنی محبت دنیا را از قلب خود و از دل خود بیرون کرده باشه. و بعد سیدنا عثمان میفرمایند که من روش حکومت من، مبنای حکومت من یا منهج حکومت من بر پایه قرآن و سنت رسول صلی الله علیه و سلم و بر راه و روش شیخین ابوبکر و عمر که قبل از من بودن، من همان راه را در پیش خواهم گرفت. سیدنا عثمان بن عفان
وقتی که این خطبه را ایراد میکنن، در اینجا باز هم دشمنان اسلام همان اباطیل و اکاذیب و موضوعات بی اساس و نادرست در تاریخ مطرح میکنن. در بعضی از تاریخ مینویسه وقتی سیدنا عثمان برخواستن به خطبه، زبان سیدنا عثمان ابن عفان لکنه گرفت و سیدنا عثمان نتوانست صحبت بکنه و گفت، چی گفت سیدنا عثمان؟ که الان من نتوانستم به شما درست و صحیح خطبه را ایراد کنم، بعداً خطبه را یاد میگیرم و میایم برای شما این را بیان میکنم. این سخن که زبان سیدنا عثمان لکنه‌دار شد یا زبان سیدنا عثمان بند شد یا نتوانست سیدنا عثمان خطبه را درست بخوانه، این روایت نادرست و بی اساس در تاریخ قرار گرفته است. به اینکه نخستین نامه های سیدنا عثمان ابن عفان برای کی بود، بعد از میان برنامه انشاءالله بیان می شود. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. به یقین الله از مؤمنان که در زیر درخت با تو بیعت کردند راضی شده است. او از آنچه در دلهایشان میگذشت آگاه بود. پس آرامش را بر آنان نازل کرد و پیروزی نزدیکی به آنان پاداش داد. مجددا خدمت همه عزیزان، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. قبل از میان برنامه پیرامون خطبه یا اولین خطبه سیدنا عثمان ابن عفان اشاره کردیم. به این نکته اشاره شد که در تاریخ یا در بعضی روایات که ذکر می شود که سیدنا عثمان وقتی که به ایراد خطبه پرداخت زبانش بند شد و یا برایش لکنت زبان پیدا شد و نتوانست خطبه را ایراد بکنه و سیدنا عثمان گفت که من بعداً درست خطبه را برای شما بیان می کنم. این چنین روایت ها بی اساس و نادرست هست. اولین نامه هایی که سیدنا عثمان فرستادن، این چگونه نامه هایی بود و برای چی اشخاص فرستاده شد؟ نخستین نامه های سیدنا عثمان رضی الله عنه اولین نامه برای موظفین و والیان و برای فرماندهان لشکر و برای عامه مردم. اولین نامه سیدنا عثمان ابن عفان برای والیان، از جمله وصیت‌های سیدنا عمر بود که بعد از من از این 6 نفر هر کدام خلیفه شدید تا 1 سال شما تغییر و تبدیل نداشته باشید، الا که مگر کسی که خلاف دستورات اسلام و قرآن عمل داشته باشد. سیدنا عثمان ابن عفان نامه برای والیان نوشت که هر انسانی سر جای خود هست
با رفتن یک خلیفه و با آمدن خلیفه جدید چنین نمی شود که کل نظام جدید شود. نه خیر، به خاطر اینکه خلفای قبل از عثمان منهجشان قرآن و سنت رسول الله بود و عثمان امروز آمده به عنوان خلیفه، منهجش و برنامهش موافق به کتاب الله و سنت رسول الله و موافق به راه شیخین ابوبکر و عمر هست. سیدنا عثمان اولین نامه را برای والیان نوشت و در این نامه ها تحریر شده بود که ای والیان، وظیفه شما محافظت و مراقبت از امت هست. متوجه باشید، وظیفه شما خوردن و نوشیدن و استراحت کردن نیست. شما وظیفه دارید که از امت حفاظت کنید، از امت مراقبت داشته باشید. وظیفه شما تنها این نیست که شما فقط نه جمع کردن خراج و مالیات. نکته دیگری که سیدنا عثمان تحریر نموده بود، با مردم روش نیک داشته باشید، صدای مظلومین را بشنوید، صدای مستضعفین را بشنوید، حقوق مردم را رعایت کنید و با مردم درست و صحیح حرف بزنید. از الله بترسید که اگر امروز شما نسبت به رعیت خیانت کنید، فردا به پیشگاه الله باید جواب بدهید. این خلاصه اولین نامه‌ای که سیدنا عثمان برای والیان خود فرستاد. اولین نامه‌ای که سیدنا عثمان برای فرماندهان سپاه، فرماندهان لشکر، سیدنا عثمان نامه را نوشت برای فرماندهان لشکر و از ایشان خواست شما حافظان و نگهبانان امت هستید. سبحان الله. سیدنا عثمان فرماندهان را متوجه می سازه که متوجه باشید که شما حافظان و نگهبانان این امت هستید. عمر شما را تعیین کرد با مشورت. شما وقتی تعیین شدید با مشوره بزرگان صحابه، اگر به این قوت و قدرت رسیدید با مشوره بزرگان صحابه، و این را بدانید که الله سبحانه و تعالی وقتی به شما این وظیفه و مسئولیت را داده، اگر شما غفلت کنید، این آیه را سیدنا عثمان برای فرماندهان لشکر فرستاد، تحریر نموده بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله. الله اکبر. سیدنا عثمان اونها را متوجه می سازه. متوجه باشید که امروز اگر شما به خاطر مراقب و نگهبانی دیگران قرار دارید، متوجه باشید که شما هم تحت کنترل هستید، شما هم مراقبت می شوید، شما هم تحت نظر پروردگار عالم قرار دارید. سیدنا عثمان ادامه آیه را برایشان بیان می کند. متوجه باشید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. سیدنا عثمان اونها را متوجه می سازه. متوجه باشید که الله هیچ قومی را تغییر نمی دهد تا او قوم خود را تغییر ندهند. اگر شما دنبال هوا و هوس رفتید، اگر شما دنبال دنیای فانی روان شدید و ملت را فراموش کردید، این را بدانید شما را الله کنار میبره، قوم دیگری را میآورد تا اینکه از این ملت حراست و پاسداری و نگهبانی داشته باشند.
و همچنین اولین نامه سیدنا عثمان بن عفان به کارگزاران امر خراج و مالیات، کسانی که مسئولیت داشتن، یعنی مسئولیت مالی را به دوش داشتن، سیدنا عثمان بن عفان برای اونها نامه می نویسه و می گوید بدانید که الله سبحانه و تعالی مردمان را به حق آفریده. الله اکبر. این را متوجه باشید که الله مردمان را به حق آفریده و جز حق چیزی از آنان نمیپذیرد. به این نکات سیدنا عثمان بن عفان توجه داشته باشید که برای کارگزاران امر خراج و مالیات اشاره می کند. متوجه باشید که انسانها به حق آفریده شدن و الله از اینها جز حق چیز دیگری نمی خواهد. حالا حق چیست؟ عثمان بن عفان میگوید بدانید که حق بر دو رکن استوار هست. الله اکبر. این دو رکن چیست؟ سیدنا عثمان میفرماید اول امانت داری و دوم وفاداری هست. اگر مسئولین اقتصاد اسلامی، کسانی که در کشورهای اسلامی وزارتهای اقتصاد دست اونهاست، پروسه های اقتصادی به دست اونهاست، پروژه های اقتصادی به دست اونهاست، اگر امانتدار و وفادار نبودن هیچ وقت حق به حقدار نمیرسد. هیچ صاحب حقی به حق خود نمیرسد اگر مسئولین امانتدار و وفادار نبودن. سیدنا عثمان اشاره میکنه که متوجه یتیمان باشید، متوجه آنهایی که با مسلمان ها پیمان بستن متوجه آنها باشید، متوجه مظلومین، مستضعفین، متوجه ضعفا باشید. این نکته سیدنا عثمان بن عفان، این نامه، اولین نامه سیدنا عثمان بن عفان برای کارگزاران که آنها وظیفه گرفتن امر خراج و یا مالیات را داشتن، سیدنا عثمان اشاره میکنه که امانتدار باشید، وفادار باشید. این را چی نشان میده؟ ببینید ظلم ستیزی دین اسلام را، دین اسلام هست که با ظلم مبارزه میکنه، با ظالم مبارزه میکنه، با بیعدالتی مبارزه میکنه. این خلفای راشدین ابوبکر و عمر و عثمان، علی ابن ابی طالب و سایر صحابه رضوان الله علیهم اجمعین، اینها کسانی بودند که با ظلم مبارزه میکردن، با ظالمین مبارزه میکردن. اینها کسانی بودند که خواهان آوردن حق و آوردن عدالت در بین امت اسلامی تلاش میکردند. هر کدام اینها، هر صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رضوان الله علیهم اجمعین. نامه دیگر سیدنا عثمان بن عفان به عامه مردم این بود که های مردم، بدانید تا زمانی که قرآن و سنت رسول صلی الله علیه و سلم، تا زمانی که شما پیرو قرآن و سنت رسول الله باشید بر هدایت هستید. مردم را متوجه ساخت. خوشبختی شما اینه که در زیر سایه قرآن و سنت رسول صلی الله علیه و سلم باشید. این نامه هایی که سیدنا عثمان بن عفان اولین نامه را برای اولین نامه به والیان، اولین نامه به فرماندهان لشکر، اولین نامه برای مسئولین بخش مالی دولت اسلامی و حکومت اسلامی و خلافت اسلامی، مرجع و قانون دولت اسلامی چی بود؟ منهج و قوانین
خلافت سیدنا عثمان بن عفان بر چی مبنای بود، ان شاء الله باذن الله در جلسه بعدی پیرامون مرجع عالی قوانین دولت و یا به عبارت دیگر این که حق امت است تا از خلیفه بازخواست بشه که چه کار می کند. ان شاء الله روی این موضوعات به جلسه بعد صحبت خواهیم نمود. تا برنامه بعد شما عزیزان و بزرگواران را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.